و عرض کنیم به حال دکتر کاری بستینه شد از من جلو کرد از این خیلی سهر که در ولی دیدیم نامده شاید یلکی موسیقی همون شاید نقصانی همونه ناهنجاری همونه نوب سامانی همونه ولی همونه دلیلم چیه؟ اگر چه نبونم هم وقت کجا ببونم مشروطه همان در واقع محصول رو بید حالا از نظر فکری محصول رو منظر فکر رو تو اروپا در حالا بحثا حاکمیت قانون عالمی بونهاد نداره حالا دکتر بیجه بیده گرد برداری که نه از بیجون دکتر جریان کاری تولید کرد مطالبه تولید کرد که بکاره اف سیستم رو پیشی در ارتشتر نکیه بگوی بکن و ام بین مسئله تولید نکه خواهش بدم مسئله تاریخی تولید نکه بدم مبنا بحثی جالب بحثا مشروطه و بحثا عدالت خانه و بحثا تولید روشن فکر اینکه آیا مشروطه محصول و حرکت روشن فکرانه بیه من عرض که جامعه قائل و به عنصر زمان یعنی هر وکی اندی از گل جا پشتری بونید بینم کابلا خبرنگار سوالی لیتیا اکثر از گندید فکر کنم 30 دقیقه که برنامه دیار به دیاره میکروفونت گیرده بده پشتی دو وضع گنده در چاه بیرون از زمانی شاه برق نبی من ها برقه دکتر زمان جلی نادیده نبی از خواهش کرم احترام هم هیبود بحثا تولید که نه حالا تاریخی بحثی بود و که فرق تاریخ نویسی بینا در تاریخ شناسی بینا در و هر حال دیگر جناب دیگر موافق نمیشه اگر از این ندپرسم از اینجا اگر واقعا بحث زمانه چرا مثلا سودان بود سودان سوئد بود سوئد سوئیس بود سوئیس و زمان همون مکانش در نظر اول زمان بحث مکانی که هست بحث زمان بی در مسائل دکتر قطعا میتشته هم بینه بحث زمان اگه زمان در باز بر پس سومالی و سودان و عرض به حضور کشور گونه ها افراط‌گرایی قومی و این مسئله دیگه همه چرا نبینه سوئیس همان زمان سران در باز بیان آینده درجه اگر آسیب شناسی نکنیم و اون جریاناتی که تغییری بکنن بزنیم ما چی نکنیم قطعا پیش نکنیم دکتر مسئله سازی البته از خدمت داره ولی مالکی جان ببخشید از آنم چین اصلا هوای کشی نکنم نه نظام حمود بی هوا جناب حمود بی هوا دو مسئله سازی که مسئله برای خوب دیده انسان کار جغرافیا خوب انسان که چه جغرافیا خوب قبول انسان زمان درباز کار تولید زمان دقیقاً دکتر سوال اینه جواب بده اگر او جواب جامعه ایرانی گهشتی خود انتخابی اجتماعی چرا؟ میدونن آقای دکتر وقتی بحث رو امریکن البته هم جواب بخوشه واقعا از استفاده هم شخصیت کردیم هم داده شده از آنیاریته ولی از فکر که من جنبندی که بکن اگر حالا اگر هست یک پشت این گمدکان زیدتر خدمت هم در برنامه دادن بیش من باید که خواهد بحث رو جناب در تلویزی بحث رو در اصلا سنت و مدرنیته سنت خواهد شاخصه هم خواهد معرفه هم خواهد کاراکتر هم یعنی نیست که جناب در بیش مثلا چرا فلان عصر سنتی در من انتظار و شاخصه که مدرنیتی در چندن چون او اصل و زمان جی نکوه نه اصلا زمان من انسان مستقل زمانی چند در تاریخ هم اصلا انسان تاریخیه موجود تاریخیه درسته؟ خب به وقتی بحث موجود تاریخی دیگه خب بحث فقط بحث زمان نه زمان فیزیکی که نه بحث 100% بحث فکری و بحث فرهنگی و بحث اقتصادی و بحث اجتماعی گردش در همون فیلسوف والا همین یاد بیشتر حالا جناب در برای شد بیر روشن فکری دینی و دکتر حالا در دوران جون نشخوار واژه نشخواری به هر دکتر ملکی و دکتر سروش یا روشن فکری واقعا وقتی که دکتر هیئتی حالا دبر جناب ترتیبی دستاورد این محصول رو جریانی از قبول نکرد ولی
آقای دکتر مارکس اگه هگل و فویرباخ نبانا مارکس چی نده بود، اگه اسپینوزا نبا هگل چی نده بود، اگه کانت نبا اسپینوزا چی نده بود، چطور اگه دکارت نبا کانت چی نده بود، اگه یونان نبا اصلا فلسفه مدرن نده متفش دارن همون گریدای هست. خب حالا جناب تا امر دیگه کیموسیون های باوندن نه دگوی نه چیتر و پرنسیبای پرستیژای کاراکتری نقدی قسمت که دیگه هم داستان ولی در اصل موضوع کنه به انکار که اینو داستان اسلام آبادی تدریجی چه فهم بود درک مشکل اسلام آبادی چه نه همزمان بحث اسلام آبادی واقعا بحث کنه بخشی هم ملت نهایی بود این وضعیت ها ناخوشایند است 100% موزه که ولی آسیب شناسی بکنه نه دوستی من وقتی در واقع هم دیگه جاهل متن زحمت دیکشنن بود کتابخانه که اونم بیست و گلبان چند روز پیش بحث که چی که اگر روشنفکری که بیشتر چچناویه اول شاملی چچناویه در نوع چچناویه در قطعا در جزیره سو گلب جاهل همه بیده واقعا برای خانه اول بجناب به قول تهنی هنر سخاطی مسائل انتخاباتی سخاطی مسائل سیاسی کارآفرین واقعا انسانی دلسوزی جاهل می دلسوزی همه دلشاوتی همه دچن واقعا دین بو خانواده بو وضعیت اقتصادی هم باش نبود امکانات فراهم لیکن از نظر آگاهی بخشی روشنگری وانا در واقع آگاه لیکن ارتش دیگه دیگه اما همون نشانه ابزار برای جامعه توسعه یافته خواهد توی روشنفکر که متولد نمیشه دیگه ابزاری هست تا ابزار کلان هست که نادیده دیگه ابزار چه نداره مثال هست عرض کرد زمینه مهیا وقتی تئاتر وقتی اون خیر میگفتن آقای دکتر اما نمیدونم حتی جریان که روشنفکری چنه و تئاتر طرفدار پیدا نکردی نه تو چی تو بزن یعنی هم ذهنیت ببخشید معذرت سرخوردگی اجتماعی حضور تحلیل کرد طرف بيجي بانر ملي دو کس نتاد بانر مدران فلان که اوا اکتوریت سیاسی نه اون کشیه بانر یعنی حب خود درانده بود دیجی مثلا گفتن تا اوا بود که بانر لیدان کس نه دراندن هات نه گفت درانده بود به هر حال از اول که دون محض که اصلاح کرد نه بله تو دقیق بانر درانده بود گفت جماعت ها سرخورده برای خوده هر اکتی سیاسی اجتماعی خواهر ریشه روانشناختی و جامعه شناختی هست ریشه که دیگه بلنده که بیجی اوه چرا دکتر بحثات جماعت تصوریه ما عرض که فانتزایز کردن یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی کوبانی اتفاق یا قره‌باغ اتفاق کردید ژنکا پیراژنکا مرند پروفایلا خود که در رنگ آذربایجانی یه دیدت که در رنگ کوبانیه برای خود اوا بحث جماعت تصوریه جامعه سرخورده اون هر مثالی دلیدای دکترا ببخشید درسته تا حسی که یکی ویولی بیجی ولی چه رنگ هم نه به هر حال چه رنگ هم نه منظورم اوا همزاد پنداری یا که هی به لحاظ روانی او سمپاتی روانی که چجوری داستان اوا یا دیدش من عرض کرد کل از زمینانه هنه بس هم کسی که کتابخانه دونه زمینی چیز که ما روشنفکری نه اینکه خود روشنفکری را تولید دکتر ببخشید در بخش کتابخانی اتفاقا تا استوری یک لیدا بود من شخصا هستی از داد پرسن جریان کتابخانی چیه؟ حالی رجیه اما دکتر بحث روشنگری ها دکتر حالا روشنگری روشنفکری فهم منظور استفاده کرد واقعیت اولی که او قضیه جریان روشنفکری ایران که لمحافل دانشگاهی دو وقتی استفاده کردن بحثی که زور لوس بیان لوس بیان بحث که جدا کوچنگی اصلا اولا دیتشتی جدا نه روشنفکری و چپ هر گردو روشنفکری و دینی به هر حال واقعیت های آقای دکتر ارتش تا منور فکری که بودن طرفدار قانون حاکمیت قانون امانه همونن بحثا دو شخصا که آقای دکتر سروش آقای ملکی هم از خواستم ریرد بیجم به هر حال نقدامش سمان اوه کن برای خود از روشن فکر همیشه واحد تعریف کردم از بیجم وقتی در جامعه خوناسی تئوری اکیش بده وقتی تو تئوری بده
اونا تئوری نادن نه دکتر اونا دستی و نا جنته سقراط و افلاطون و مارکس و فیورباخ و اضافه که دکتر سروش گرفتش بوده نه خب حالا از درنگاه خانم تحزنه که دیگه بحث یه جدا دکتر سروش اصلا قدرت سیاسی یا رسمی خانش رسمی مذهب نه میگه اصلاح طلبه دهی آقا کنه فکر چکن دو قدسز آقای دکتر کتیبیان هنه کتیبیان هنه جده باش بیجای قدسیزایی بکنه فکر آوالا وقتون بیجای که دست و غذا مکتبی تو خوابنه خازن روی البته نه به من طرفدار سروش ولی بحث اول واقعیت هوایی رو دیدید دکتر سروش به هر حال وقتی بحث فربهتر از ایدئولوژی مطرح کردی جناب تا نوبای دکتر همون دیگه پخش رو دیگه چرا دیگه پخش کرد حتی که آقای کوی بخیره دکتر تندرست بحثی که فکر شاید مخاطب القاء بید بوان که فرجی منکر و هندی نه به دبستان علمی به سطح دنیا علم سیال سروش فیورباخ متعلق به مرز جغرافیایی نینه فیورباخ مارکس هگل زمین ساز فکر مارکس بیاد پس هم بیج مارکس نشخار که نه بس در مارکس ها چه کرد؟ مارکس ها دکتر نگاه ها هگل نقد کرد و درون نگاه ها هگل دا فکر تازه اینا در بس سروش هم نکرد سروش شاگرده پوپر یا حالا سروش برای خود جز کسی که هم زور فکر معظم فکری کن که سروش روشن فکر سروش شاگرده پوپر یا جز مکتبا پست مدر مکتبا فرانکفورت بله فرانکفورت پست مدر هم کنخ که مکتبا مدر حالا بحثا ساختاری پس ساختاری و مکتبا آنال و داستانش اگر لازم ببوره چون ارتباط با قول درواز نمید نحلا فکری و محافظه کار سیاسی در ایران اقتصاد جناب کرده بوده که بوده سروش به اصطلاح متعلق جریان کار پوپر او سخاطی مسائل سیاسی خب به هر حال 100% هندگی تشابه ولی از تئوری و قبض و بسته های دکتر تئوری و قبض و بسته دکتر سروشی از نظر فکری نیزی که تئوری نومن و فنومن و کانت حتی نیره چه ارتباط به کار پوپر چنه و پوپر هندگ مسائل هنه که نحلا فکری و محافظ کار لید سلکه بحث کرد جدا دوست مزنا خواستم وارد بحثا قبض و بسته شریعتی بیم چون بحثی که دامنه داره همتشین متناسب به فکت تاریخی فکتید که آثار خود دکتر سروشی هم تشین بحثی شارح دکتر سروش ببخشه بحث شارح دکتر سروش نیتشتی مطرح بتیم به هر حال بحث خودگیتی و از نظر فکری نیزید به کانت نومن و فنومن تفکرها دکتر سروش و نواندیشه و که دوستدار و که کتک تنگ به سر انسانه که فربه و قدم دوستدار کی دهید دکتر سروش کی دهید نه از خازم عرض کنم به هر حال اوجی هنده محافظت جز روشن فکری روشن فکر ناست کنم ولی یک جنس نمیم اما از خازم عرض کنم برای خود ده اونه ردبی متودیک جامعه خو اروپا بومی مکر الان کشوری اروپای داستان مستشرقیه بود چه خد تاریخ ها مال تاریخ ها علمیه تاریخ ها کردا بود چه اکثر مستشرقی روس بنویسه مثلا یا تاریخ ها کل ایران اکثر مستشرق بنویسه علتا اوه دکتر اونه خودین علیه مستشرق 10 سال 12 سال 20 سال از دست برقضا ادوار برمان فکر کنم کتابه بارو شرق شناسی نظامیدم ادوار سعید ادوار سعید تو برای خود دکتر اونه خودین بحث نوعه که طرف لهولندی از زنگی لیدن بود بیش میدم روش علمی بومه بیشه 10 سال فقط نو چادرید کرده از گوری و ما
من هیچ از وقتی لیره گوشه که آمستردام رونش من خوری هیچ احساس کردم از کرده ناناسم از هیچ کرده ناناسم اما چه خودی سروش یه وقت دقیقا اوه ارتباطا اوه اگه سروش مقطعی که تاریخی دا وارد فضا حالا شور اقدامات و نین اقدامات فرهنگی که اگر تو آن روشات سیاسی اگر فلسفی بکنید دو سریع چون بحث فلسفی روشنفکر اگر کار کرده روشنفکر داستان انقلاب فرهنگی دو تا چه نظامه دو تا چه اوکی کرد و هر حال اگه دکتر سروش گفتن مهم اینه دهنیم چه فکر کرد مهم آواز چه فکر کرد اما دکتر سروش دوچار بحران فکریه بحران فکری نابنده اندیشه شرق و غرب گرفتاره یعنی یک روشنفکر محصول نزاع و سنت و مدرنیته سنت و مدرنیته حتی اگر هم نزاع و تنازع و چه ندن اصلا روشنفکری آخه تحلیل ها گرد آورنده خب آقای دکتر حالا از سوینه افتون چون گلم ادامه بدن نیوستان که از به اصطلاح طرفدار دکتر سروش رو بشکلی نه ولی هم بحث ها یعنی ببین نظر من برای هم حق انصاف که افکار رو ببینم دیگه ادا کنم حالا یک از نظر سیاسی کشتور گلم متفاوت هم لکن از فکر که من گل عادلانه نه ولی هم سوینه درواز بنیسر بحث ها اینه نظر من به هر حال جریان حیر بولندن به هر حال ولی تفکر حیر که جاهلی محمی خانوالی من دلهنه باور سنتی در واقع نقد کرد خب واردی مشخصه از نظر بور اکادمی که گله که من گله خواه علمیتر کن گله خواه پروبارتر کن روشن فکری فقط تفکر کرد که مالکی داد نکنه اگر متولد بجی نکنه پرورده و معاون دبی ابزار هم ابزارهایی نهادن اون نهاد مدی که موسیم گله همه نهاد اقتصادی که برای خود اجتماعی و فرهنگی هم نهادن روز به روزی بالندتر بود حتی بکن جریان روشنفکری بالندتر بکن یعنی دیالکتیک در واقع بین روشنفکر توده قدرت سیاسی و ساختار حیات و اب دیالکتیک این آینده پیشبینی که به هر حال هست که حالا دکتر کشکی نظرم بدبین هست که خوشبین دارم هم دیگه اتفاق کردم و از هیویدارم که اگر جریان روشنفکری اون هر کسی به قول دکتر حالا بحثم هم نقش روشنفکری حالا چه کسی که این زور بی اب تشتک متعرض بیاخوان نقد که دکایت دست کرد که گلا مغزونی دست خواهد اینه که آی دکتری قانه بکرد رضایت هایی جرد که فلان ناقده دید دستی برنهشه گلکس پاس از مخرجه که مشترک نابنده آخدنامه چه بود اول بوشی امدوی اولی بزانه که من روشن فکر نینه زمینه هیا بود تولید روشن فکر به شرطه که او کسی که مخلا حرکتات توسعه جامعه تعلیق کن فعالیت خود وقتی تعلیق کنیم یا حداقل رولکی مثبت اوکی کن یا و بگن و باوریش به قول پاریزی باستانی خود مشتمالی که نقده که سرخوب بکن اوجار انشاءالله از زون خوش بینیم که تاریخ آمده انشاءالله روشن فکر هم حتی بشه تعویلید و فکری و روشن فکر انشاءالله بشه ساختار نظم و دنیا تهدید کرد چه نظم و بیا خود فقط آخری تشکر کنید دستی و نیشه با باید همون بحث زمینی که بحث ابزار رو کرد هم گفتو بیجه و دکتر آنها نظام میشه که دلیم نیشی و باید دو هفته از هم گفتو بیجه نه واقعا میکنم دارم یعنی وقتی کل و چویلی کل آینده در همون مواقع گفتو گوی در واقع بستدو اون زمین های فراهم بکن هم خواهد بکنه با قول ریک بر رواش شکل بر هم میتونم من هدف بکنم هم تحمل کنم دست و نیشه سوزی موفقیتی ولی دیگه و هیوی دارم که اگر کسی مرجین ام نقدی ورد بکن دلی من نیشه حالا همین نقد من باید به حق من حق
رسانه شما سپاس و تشکری لوا هر دو به رضا و همو دینر و بیسرا کو مدتک زور آمد بیزین و دبینن و بحثام و هر دو میانی عزیز کو ایرو هم چندین ساعت ما وقتی و گذر خدمت دادم تشکریت کن مجی گلک لبحثی و استفاده کن و هم امیدوارن و هدف آرمانجا مجی عوضیه کو اول هم بخوشین لی استفاده کن اول هم بخو نقد کن هم بخو اصلاح کن و باشش بشین ابزاری که بدن دستی جوکی و جامعه کو اوجی بشین روشنتر و آگاهتر و بشین پیش بکوین گوره که او فکتی کو جنابی تد بیشین یا دکتر فرجید بیشید هم بشین جامعه که پیشکوتی محبید و گلک ریاضا پیش بکوین از وکی کسی که اندامه که برنامه کو همی چیت کن هم حسد کن برنامه چوی دا برنامه آینده دا بحثا فعال و چالاکوانی خواه بکن و فرقا وان گر روشن فکر را بزانین چیه و مکی دکتر دوشید ما روشن فکر چنین و جریان روشن فکری هیا هندک فعال و گلک فعال و اکتیویست مهنه از بخوی و فعال دزانم که حوزه که مشخص داشته بکم و هم هست کن فرقا وانه بزانم و بزانم کنی اصلا فعال دبی چون بین اکتیویست دبی چون بین و چون بشین وارد عرصه روشن فکری بین دیسش الاخری دا گلک ممنون و تشکری لوت کم کو و گهدامه و برخودامه و گلک له هر دو میوانی خوشی هر دو میوانی برایزی سپاسگزارم که ایرو دعوتامه قبول کرد در خودتونه؟ نخی گلک سپاس دکتر جان گلک سپاس ماندونم هویا ما و با ولیس که یک دیو سپاس باندور هر معظم سرجو که هنه او من خواست که هم بین جو خود دستی بکند جو کسی که چونه زانینگه جو کسی که خواندوانن و مرید ایرو هم لخدمت دکتر کامبی سندروس شارکانی سیاسی و جواکینه و گل برای خوی هجای دی دکتر کریم فرجی دیروک ناستانه او کردواری اوه 700-800 سال از روشنفکر که دیدنو موقعینه روشنفکر ها تئوری خلق کرد اگر وقتی هم چینه دو تاریخ ها کردیش مثلا کل بحثا مقابل هر کسی که قائل قوه هندی که جامعه که شیرخیز بید جامعه که اهل رقص دید و جامعه که هیجانی نینه هم حاضرم برونده گلی کدوم مباحثه کن زور علمی و زور دکتر عقلانیت کتو دویش اصلا نقش رول اوی دکتر یعنی دبا جنوب تا جمله که بیجی ار جمله تا نقش و جایگاه روشن فکری دبا پاش اصلا